داونتاون سطح باد برازم سطح باد واقعا بالاه. خب بچه ها همه بیاین داونتاون، همه داونتاون بودو ببینم. کنسل نکن بریم داونتاون. قد و بالای تو رنا رو بنازم، خوشگل باغ تمنا رو بنازم، تو که با عشقگری از همه دل میبری. Some good supplies this way. شما فقط لوت اول، فقط لوت. بچه گان تیراش آجا اون انمی بود بشمام. نه اوه یعنی خودتی سلام داشت عشقی. پشمام تو عمرم انقدر دانتان رو شروع ندیدم. داداشم بریم با استارت میخوام دانتان براتون بگم. خودتو نکش، بیا گانا رو بردار. بنازم گان چی داشت اوه حاجی پشمام چقدر وضعیت خرابه. این وضعیت زشته، کثیفه، مستهجنه. داداش پیدی میکشی، خط میگیری، کارت میکنی، میزنی. خیلی خوشم میاد ازت داداش. فشار میخوره کی این فشار؟ تو عشق منی. توی داری فشار میخوری، کی داره فشار میخوره؟ وای حاجی سگ چی میگه؟ یارو چقدر باهوشه، سگ آورده. مطمئنم همین نماردی که نه مطمئنم سگش خیلی یارو میخوره. بمیره باید لف بده. حاجی چرا نخوردش؟ این سگ تو که با عشقگری از همه دل میبری، چرا نمیخندی؟ من جمونگم فهمیدی؟ جمونگ فهمیدی؟ بکتی روزم نیست عشقی داشت. تو که با عشقگری اومدم پدر بخورم، بیا با کل همه رو بزن داشت. حاجی بقیه کجا هند؟ واو Engaging the enemy. سطح اسنایپو دیدی؟ از همون شاتای شانسی زد؟ از اون شاتای زدم که قبلا بهت میزدم اشکت در میومد. خیلی دور بود. بیا دارم بیم دنباله. هر اینجی میمیری آرمان میتونی کش داشت همینه. یه ترپ بازی رو بازی نه هست هنوز اونجاه؟ Reloading. طرفش هست، طرفشو میبینم. یه ترپ باشم بیوای هم داره. خطی گرفتم کمپیده تو خانه بیوای با ترپ هم داره. وای حاجی ریدم. همین بکت پشت داشت پشتم که کسی نیست. همین بکت 2 نفر چیکار کنم؟ امین عاشقتم امین اتاقداری امین دارم نزن امین نزنش امین جان ناموست نزن آفرین امین نزنش امین بیا امینو ببر نزنش The airdrop is امین coming. نزن امین ماک تو باز کنم امین لایک شده رو من باز کنم امین ماک باز کن امین بابا اینقدر داد میزنه این یارو ناموسن. خب ساکت شد دیگه یه دقیقه. بادا ببینم بادا بارا خونتون داشت همین اصحاب ضعیفیان اومد.
امین میره اسنایپ 37 تا. بیا بنداز داشت همین با اسنایپ میزنه. بذاریم هر کی از خواست بره خیلی لایک کیلوه لگ میندازه تیراندازی بابا جمع کن همین طرف با اولم بگه باش کم Reloading! بکنم Cover me! با دیل خوردت من Supply box here. داشت همین حساب نداره. با دیل خوردت من Supply box. همین دیل نامردیه تو داونتاون. نه بیوای دارم بیوای دارم خب منم دیگه عین تو بدم. دروغ میگفتی دوستم داشتی، منم تصمیم گرفتم با 100 نفر بیام داونتاون. چیزه یه خسته آی مایکم باز شد. بابا چه خبره اینجا؟ Engaging the enemy. این مهدی بود. بود. حاجی اینا دوباره ریوایو شن میان اینجا. این بقیه‌شون هم بزنیم. آه! روانی هم فهمیدی؟ سمت راستت بالا. Enemy eliminated. بابا مگه بابا اینو فست اسکوپ زدم، این اومد مفخورم کرد. اینا رفتن یه جای دیگه لوت کردن اومدن ها، مطمئنم. Engaging the enemy. Enemy down. اوهو حاجی من خیلی وقت اعصابم از دست دادم. سویاج من میدونستم اسکودش باشه همین گفت بزن منم زدم اوهو پدر موومنت ایران فهمیدی؟ Supply box here. چه موومنتی زدم یارو پشماش ریخت، نمیدونست با فنک چه کار کنه. Supply box. شب امشب چی؟ امشب شب رقص و ساز و آواز، مرغ دل من در اوج پرواز، با بندری های ساحل کارون، با مسعودی که هم نفس احوازه. داسمین نشم اومد. اوکی شد. فقط امینه چی زدم؟ عشقی امین عشقی عشقی خیلی بد زده داداش فست اسنایپر هم فهمیدی؟ یه دیل پیدا کرد من میخوام داشت دیل حرمت داره نه لذت. بهتر از اینی که بهم میگن فنک کش Supply box here. حق میگی، مگه حق گفته کیسکش. حق گفتی، حق گفتن هم جواب ندارد. فنک اکو بدم میاد ببین ما بکشیم خوبه اونا بکشن بده متوجه شدی یا نه باش یه اسکواد بوده بعد میایی منو فینش میکنی ناموسن منو فینش میکنی اوه چه خرطوم خریه. حواستون باشه داشتمین صد اصلا یه اسنایپی میزنم امروز خدا. بالا بینم ناموسن خدا 3 تا شات خوردی. این چیزی هست من بیام اینجا خورم وستشو زدم. وای آجی روانی هم امروز. یا بارا بی تربیت مثل جمون اومد زمین بایکو. حاجی من از اول بازی داشتم فرار میکردم با همه یارم. یزید سلام دار سلام سلام 10 تا بشین پاشو برو نزنمت. بیا تو زون بیا تو زون بشین پاشو بیا تو زون بیا تو زون بیا تو زون بیا بیا بیا. امیر فرنوی سلام
سلام آره داشت خوبی؟ نزن نزن بیا اینجا نه تو 10 تا بشین پاشو برو 10 تا بشین پاشو وای آرمار بزن خیلی خسیسی. ترپاتو بتره کن مرسی. 10 تا بشین پاشو برو بیا 1 2 3 4. نه تون میشماری دوباره خیلی خسیسی. برو پایین وایسا بیاد این بچه ببینم نینجا شات هیپ فایر با اسنایپ میخوره یا نه وای باورم نمیشه. پشمام نمردی نکشش میخوام ببینم نینجا شات میخوره برو بر داداش نگو بگو آجی آجی. چرا قبلا همه شاتا میخورد آجیه پریه آجیه شاد شدم. چقدر صدات شبیه پسرها بود من فکر میکردم داشی ببخشید. خداحافظ وای حاجی این دختر بود